رفتیم تو دست و پاشونو میبستن و منم بیرون توی یه اتاقی میگشتم. اهالی منزل اولش مثلا میترسیدن. من که اولین بارم بوده، ولی دوستام قبلا رفتن برای این کار. با روشی خشن منازلی که نشان کرده بودند را در ساعتی نچندان دیر وقت مورد دستبرد قرار میدادند، آن هم با حضور صاحب خانه. وقتی سارقانی بدون هراس با حضور مالک به حریم خصوصی او وارد میشوند و دست به سرقت میزنند، علاوه بر تاوان سرقت باید تاوان تشدید شده زورگیری و تجاوز به عنف را هم پس بدهند. در سرقت دومی که در تهران اتفاق افتاده بود، وجود اموال با ارزش در منزل رو یکی از بستگان اون مال باخته به گروه سارقین اطلاع داده بود. ارتکاب سرقت، آن هم به این شیوه خشن، منجر به ایجاد تبعات روانی بسیار مخربی برای خانواده‌هایی می‌شود که مورد اقدام سارقان قرار گرفتند. این واسه اصالت و شؤونات و شخصیت خانوادگیت خوب نی؟ نه؟ جلا واسه با این سر و زندگی اقل خرج ناموست کن.